معنویات عالی و زبان اقتدارمند در تاریخ بعض خلقها همیشه یا در بعض مرحله‌های مهم عامل سرنوشت ساز بود. خصوصا اگر از سرنوشت تاریخ مردم تاجیک خلاصه برآوریم، باید بگوییم که اساسی هستی ملت زبان و معنویات است. هسته ملت پیش از همه در معنویات و فرهنگ افاده می‌یابد و بیانگر معنویات و فرهنگ برجسته‌تر از همه در زبان میسر می‌گردد. هر کس دانستن خواهد که مردم تاجیک چه مردمی بودند، باید به عرف و عادت و اخلاق و رسوم آنها، به ادبیات و صنعت و اثرهای فیلسوفان و اهل تصوف، اخلاقنامه ها و ارزش های اسلامی رو بیاورد. ببیند که این مردم با چه راه ها به شناخت خود و شناخت دیگران و محیط و به شناخت ذات الهی رسیدند. آن کس که به شناخت تاجیکان رسیدن می‌خواهد، با مشاهده بواسطه به دیدن شرایط زندگی کنونی آنها، با مطالعه تاریخنامه‌ها، اثرهای فلسفی، مذهبی و غیره می‌تواند به مقصد برسد. بسیاری از این اثرها را از ترجمه روسی، از ترجمه‌های سرشمار اروپایی می‌توان خواند. آگاهی هر جانبه از این ترجمه‌ها می‌توان پیدا کرد، لیکن تا آن که از زبان فارسی تاجیکی آگاهی کافی نیست، شناخت پره مردم تاجیک و هسته معنوی او دست نخواهد داد. خلقی را شناختن خواهیم، به زبان او باید رو آوریم. از راه زبان با نهانهای دل با دنیای معنوی خلق سر درآوردن بیشتر امکان دارد. دست یافتن به اسرار زبان خلق راه یافتن به عالم معنوی اوست، یعنی راه یافتن به ماهیت هستی وی است. هر شخص از تاجیکان هم اگر با راه خودجویی و خودرسی درآید، ماهیت هستی خود و ملت خود را شناختن خواهد، اولا لازم می آید که زبان خود را داند، به اسرار نهانی زبان خود راه یابد تا به هستی معنوی ملت برسد، آنگاه خود را خواهد یافت. زبان و اساس معنوی هستی دو نشانه مهم ملت است که سیمای آن را معین می کند. موقع آن را در تاریخ و در بین ملت های دیگر تعیین می نماید. نقش هر ملت در حیات خلقهای یک منطقه تاریخی و در زمانهای گوناگون بیشتر از تأثیر همین دو جنبه موجودیتش پدید می آید. بیشک نقش اقتصادی و سیاسی هر ملت و یا بعض ملت ها در تاریخ خیلی مهم است و گاه یک باره اهمیتی مخصوص پیدا می کند، ولی بنیاد جنبه اقتصادی و سیاسی و غیره نیز بر مبدأ معنوی است. بنابراین موقع هر خلق را در تاریخ یا دوره‌های علاهیده آن در سرنوشت خلق‌های اطراف، در مناسبت بین آنها بیشتر از سیمای معنوی و زبانی وی باید جست. آنچه خلقی را از خلقهای دیگر تفاوت می‌دهد همین ویژگی‌های معنوی و زبان است. هر خلق با خصوصیت‌های نظررسی، معنویات و فرهنگ و زبان خود از دیگر خلقها فرق می‌کند و نقشی که محض از همین خصوصیت‌ها به صفحه‌های تاریخ و سرنوشت دیگر خلقها باقی می‌گذارد، در حقیقت نقش تاریخی است. از این نقش چهره خاص هر خلق نمایان می آید. موقع تاریخی هر خلق وابسته به آن است که معنویات او به چی پایه رسیده است و زبانش چی اقتدار دارد. از یگان جهت مزیت را صاحب است یا نه. آره، معنویات و زبان دو عامل بنیادی است که برای معین شدن هویت ملی بیشتر از دیگر عامل‌ها، زیادتر از دیگر خصوصیت‌ها اهمیت دارد. در تأمین بقای عمر ملت گاه زبان دارای اهمیت درجه یکم است. در این مورد تا چه اندازه اهمیت کلان داشتن زبان از این معلوم می شود که خلق در نتیجه یک فاجعه بزرگ تاریخی موقتا یا ابدا، قسما یا تماما از تمدن عالی خود محروم گردد، هم شاید جسما باقی خواهد ماند، با کم و کاستی بسیار باشد هم هستی فرهنگی خود را دوام خواهد داد و به عنوان واحد اتنیکی وجود خواهد داشت. اما اگر از زبان ملی محروم شود، منسوبیت ملی او تغییر خواهد یافت. در این بابت تاریخ مثال بسیار دارد. دور نرویم، به تاریخ خلق تاجیک در آسیای میانه رو آوریم. مردم خوارزم تا قرن 13 با زبان خوارزمی و فارسی گپ می‌زدند و تاجیک به شمار می‌رفتند، ولی چون زبان ترکی پذیرفتند ترک شدند. مردم بسیار ناحیه‌های فرغانه نیز چون با زبان ترکی گذشتند، تاجیکیت خود را از دست دادند.
اکادمیک سمیونوف تاکید میکرد که 250 سال پیش از این مردم تاشکند به فارسی سخن میکردند، بعد به ازبکی گذشتند. این حقیقت در سده 19 به بسیار کسان معلوم بود و یکی از روس‌هایی که با لشکر استیلاگری روسیه آمده بود نوشته است که تاشکندیان اکثرا همان تاجیکانند که با ازبکان آمیختند. این گپ چنین معنا دارد که تاشکندیان تا آنگاه که زبانشان فارسی بود تاجیک بودند، اما امروز ازبک شدند و حالان که عنصرهای اساسی مدنیت معنوی آنها با همان استواری عنعنوی پیشتر باقی مانده است و اکثرا با منطقه های تاجیک نشین واحه های آسیای میانه عمومت دارند. یکی از سبب های این که تاجیکان و ازبکان وادی های آسیای میانه در زیست و معیشت، رسم و عادت، اخلاق و آداب، موسیقی و رقص و غیره از هم فرق ندارند یا کم تفاوت دارند همین است که بسیار آن ازبکان در گذشته نزدیک تاجیک بودند و اساساً با دیگر شدن زبان منسوبیت ملیشان تغییر یافت. آنجا تاجیک و ازبک اساساً با زبان از هم فرق میکنند. در این مورد زبان نشانه اساسی ملت است و از دیگر نشانه ها زیادتر اهمیت دارد. به این وجه مردم بخارا و سمرقند، بسیاری از اهالی سرخندریا و قشقدریا، فرغانه و تاشکند که هنوز به تاجیکی گپ میزنند اگرچه در شناسنامه ها ازبک نوشته شدند تاجیک میمانند. مثلا از تحقیقات مردم شناسی سن پتربورگ در دهه 80 قرن ما معلوم شد که 80% اهالی ولایت بخارا تاجیکند. آنها را در همه سندهای رسمی ازبک نویسند هم تا زبان فارسی تاجیکی در بین آنها زنده است همه تاجیک خواهند بود. آره، در بین مردمان این سرزمین فارسی تاجیکی هنوز زنده است. هنوز همین که امکان شد مردم طلب میکنند که مکتب تاجیکی گشاده شود، روزنامه تاجیکی به تب رسد، فارسی تاجیکی زبان رسمی اداره‌خانه ها باشد و هاکذا. بعضی ها با حیرت و تعجب سوال میکنند که آیا سبب این همه جانسختی زبان فارسی تاجیکی چی باشد؟ از چیست که این زبان را ریشه‌کن کردن به این اندازه دشوار آمد و هیچ میسر نمی شود؟ شاید یکی از سببهای اساسی این باشد که فارسی تاجیکی از اول در این سرزمین طبعاً با یک معنویات و فرهنگ عالی وجود داشت، آن را افاده میکرد و از آن قوت میگرفت و آن را قوت میبخشید و این هر دو ریشه های یکدیگر را به هر سو عمیق‌تر روان استوار کرده در دشوارترین شرایط هم بقای عمر یکدیگر را تأمین می نمودند و هنوز تأمین می نمایند. ذاتاً زبان، خصوصاً زبان توانا و پرامکانیت، محصول معنویات بلند است که از آن غذا گرفته استواری پیدا می کند و آن را غذا داده استواری می بخشد. نتیجه این قوه افزایی دو طرفه عاقبت عملی این نیروی دو چندان است که جان و تن ملت مدار می گیرد، سر و افتخار آن بلند می رود، قابلیت حیاتیش افزون می گردد. مدنیت و زبان هرچه قوی تر است ملت تواناتر و جانسختر خواهد بود.